حلوين وأجواء ممتعة الحمد لله. گفت که مثلا اینجا خیلی خوبه، بعد برای بار اول که اومدم دربندم خیلی خوشم اومده، همه جاش مثلا بازارشون هم خیلی خوبن، بعدم ترجیح میدم که بیان دربند. اسم چیه؟ نه خودت. اون چی کار داره؟ ابراهیم. سلام و درود، وقت همه شما عزیزای دل بخیر باشه. امیدوار هستم مثل همیشه که در ساعت کامل در کنار فامیل و دوستای خوبتان باشید. دوستای نازنین، امشب با یکی از همکارای بسیار خوبم آقای مصطفی آمدم یک جای بسیار زیبا، دیدنی و تفریحی تهران به اسم دربند، جایی که هم برای تفریح میآیند، رستوران‌های زیبایی دارن و همچنین کوهنوردی. سلام، شبتون بخیر آقای مصطفی. سلام، وقت همگیتون بخیر. خیلی خوشحالم که در کنار شما عزیزان و خانم حسینی هستم. مرسی. امیدوارم با همکاری هم بتونیم لحظات زیبایی رو برای شما رقم بزنیم. خب خانم حسینی، ما رو امشب آوردید تو دربند، قراره چیکار کنیم؟ من خب شما رو آوردم بریم بگردیم. نظر من؟ بله. یه سوال جذاب از مردم بپرسیم. من بپرسم؟ آره دیگه، ما هم دیگه میپرسیم. شما بپرس ببینم چه سوالی داری. خانم حسینی، تو بچگی دوست داشتی چیکاره بشی؟ توی بچگی بس که شر و شیطان بودم، خیلی فکرای عجیب و غریب داشتم. الان نمیگم زشته، یه قسمتش زشته، خیلی خطرناک است، ولی در کل دوست داشتم رئیس جمهور شوم. کار سیاسی خیلی دوست داشتم و همچنین پلیس مخفی. الان چه کاره اید شما؟ الان اگه خدا قبول کنه و دوستا توی کار هنر اومدم، خبرنگاری، تئاتر، سینما. درسته. بله. با رئیس جمهور آیندهمون آشنا شدیم. شوخی میکنه. خب ادامه بدیم همینو. یعنی بپرسیم از بقیه. آره. برنامه جالب است، حالا همچین برنامه شاید چند تا رئیس جمهور دیگه هم باشن، باهاشون آشنا بشیم. پس دوستا با ما همراه باشین، بریم ببینیم که چه رئیس جمهورایی، چه رهبرایی قراره باشون آشنا بشیم. اوکی، با ما همراه باشین. بفرمایید. بسیار خوشمزه و خوش تعمیره دارم میبینم. نظر چی است آقای تاجیک؟ من برم سمت لواشک‌ها و شما برین که دوستو صحبت کنیم. من قرار است بیایم، البته دارم یکم تیز. خیلی هم خوبه. اوکی. بله. پس بفرمایید. سلام. سلام، حالتون خوبه؟ سلام و درود، ممنونم، متشکرم. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ زهرا قهرمانی هستم. در کودکی دوست داشتید که چه شغلی داشته باشین؟ راستشو بگم؟ بله. من کودکی تقریبا 30 سال پیش ویژن زندگیمو نوشتم بازیگری. یه هندوستان رفتنم بود که هم هندوستان رفتم. بازیگری هم الان تو عرصه بازیگری و نویسندگی هستم. یعنی الان شغلتون همون بازیگریه، درسته؟ نویسنده هستم، یه فیلم کوتاه هم بازی کردم. والا با امید خدا پیش میاد. یعنی دوست دارید که شما بازیگر بشید اما فعلا نویسنده هستید؟ بازیگر که یه فیلم کوتاه بازی کردم، در کارگردان تئاتر بودم، ولی به طور حرفه‌ای ان شاءالله با امید خدا حالا منتظر هستیم زنگ بزنن برای فیلم سینمایی. دوست افغانی هم دارید شما؟ بله، دوست صمیمی افغانی. نظرتون در مورد دوستای افغانیتون چیه؟ خیلی مهربونن. یه روز در میون میبینمشون، یعنی میان خونم. خیلی مهربونن، فوق‌العاده مهربونن. جدیدترین دوست افغانیتون کیه؟ همین خانواده هستن. نه منظورم بله دیگه، شما رو هم اینجا پیدا کردم. ممنونم. یه جمله برای بینندگان میتونید بگید؟ یه جمله فقط میخوام بهتون بگم که زندگی رو هر جوری بگیرید همون جور میره. خودمون رو دوست داشته باشیم، به خودمون ارزش بذاریم، قبطه گذشته رو نخوریم، چون گذشته در گذشته. الان تو حال زندگی کنیم و آینده هم کی دیده. اسم چیه؟ نه خودت. اون چی کار داره؟ ابراهیم. افغانی؟ نه زاهدانم با چیزا. من افغانم، من تازه اومدم. میتونم باهات حرف بزنم؟ خبرنگارم. بریم. دوستای نازنین، همینطور داشتم قدم میزدم و در این قسمت‌های زیبای دربند
روبروشون با یک بچه بسیار مقبول و همینطور نمیفهم چی کار میکنه اینجا. خرم دیدم. سلام، خسته نباش. ممنون، سلامت باشی. اسم زیبایی چی است؟ ابراهیم. ابراهیم جان چند سال هستی؟ من 18 سالمه. 18 ساله. از کجا هستی؟ ایرانی هستی؟ ایرانی هم بله. خیلی عالی. از کجا ایران؟ زایدانم، سیستان بلوچستان. بلوچستان چه جای زیبایی. ابراهیم چی کار میکنی؟ هیچی دیگه، واسه رستوران داریم بار میبریم. بار میارین؟ از کجا میارین؟ چی میارین؟ یا بالا دربند دیگه میوه تره بار اینا میبریم. برای رستورانتا؟ بله. خیلی عالی. این خر از خودتون است؟ آره نه از خودمون. خیلی عالی. من ندیده بودم دوستا که خر این بادمجان است دیگه نی؟ بادمجان بخوره. چی تو میخوره باز؟ دیگه چی رو میخوره ابراهیم؟ هر چی رو بدی میخورم. باری که برای رستوران آوردین فکر کنم کلش تمام شده. نه دیگه اینا از خودم، واسه رستورانه. حال کدلگت نزنه برای؟ نه کاری نداره. خیلی عالی. کارت کلا نمیست ابراهیم؟ نه من رستوران مغازه داریم، بساط لواشکیه. خوب. درسم میخونی؟ بله درسم میخونم. ابراهیم امشب ما از دوستان یک سری سوالات داشتیم. البته با بزرگسالات داریم صحبت میکنیم. میگیم که اگر طفل بودی چی دوست داشتیم مثلا در آینده شوی تو سوالا. حالا خودت که در سن زیاد بلندی نیستی، 18 ساله هستی، دوست داری چیکاره شوی در آینده؟ من در آینده دوست دارم قاضی بشم. قاضی؟ چقدرم زیبا. صنف چند مکتبی؟ جان من کلاس 11ام. 11ام. خیلی عالی. فکر میکنی قاضی میتونی شوی یعنی یا قرار است هدفت تغییر کنی؟ علوم معارف اسلامی رو قبول شدم. آفرین خیلی عالی. من وقتی بچهای پرتلاش و با غیرت مثل خودت میبینم که هم تلاش درس میکنه هم کار میکنه، واقعا عالیه. من افغانستانی هستم ابراهیم. دوست افغانی داری؟ من آره اتفاقا. چند تا؟ من یک دونه دارم. اسمشون چی است؟ اسمش اتفاقا دوست دخترمه. اسمش عسله. چی؟ اسمش عسله. عسله. این دوست دختر افغانیه؟ آره بله. اونم هم سن خودته؟ آره اونم هم سن خودم. 1 سال ازم کوچیک‌تره. چند ساله اومده ایران؟ اون کلا از کوچیکی ایران بزرگ شده. چقدر خوب. یعنی برای دیگه اهمیتی نداره که دوست دختر افغانی باشه یا مثلا بزرگشی همسر افغانی باشه؟ نه هیچ فرقی نداره. ازش راضی؟ آره عالی. خیلی عالی. ولنتاین نزدیک فکر میکنم. آره دیگه. چی پلان داری برش؟ دیگه فعلا چی فکرش هستی؟ آره. خیلی عالی. آفرین خیلی خوشحال شدم از دیدنت. ان شاء الله موفق باشی. نظر چی است که آخرین لقمه خرم ما بتم؟ حالا ما با حیوانات خوب هستم. بفرمایید. یا ابوالفضل تو رو به قرآن دیست من نخوری فقط. تشکر. خداحافظ. دوستای نازنین در کنار یک خانواده بسیار دوست داشتنی زیبای ایرانی قرار گرفتم که بسیار خوشقلب و مهربان معلوم میشن. سلام، وقت بخیر. سلام عزیزم، خوب هستی؟ ممنون، تشکر. اسمتون؟ اسمم زهرا هست. زهرا جان دخترتونه؟ بله عزیزم. اسمت عزیز دل؟ سارینا. سارینا جان. و شما؟ حسن. آقای حسن. زهرا جان چطور شد که یک دفعه اومدین دربند؟ برای کار اومده بودیم، گفتیم بیایم من واسه دربند بگردیم. این همیشه میایین دربند؟ آره همیشه میاییم. خیلی جای قشنگ و زیبایی هم هست. دیگه کجای زیبایی داره که من برم؟ من گفتم بهتون دیگه تازه اومدم ایران از افغانستان. جا درکه داره بعد برای گشتن. برج میلاد، پارک آب و آتش خوبه. خیلی عالی. زهرا جان ما امشب یک سوال از همه میپرسیم. میگیم که وقتی بچه بودی، طفل بودی، دوست داشتی در آینده وقتی بزرگ بشی چی کاره شوین؟ شما چطور؟ من دوست داشتم که مغازه داشته باشم، پوشاکینا بفروشم. الانم همین شغل من همینه. اینی از طفولیت تو همین فکر بودی؟ آره عزیزم. چقدر جالب. الانم دارین؟ بله. آقا حسن شما وقتی طفل بودین دوست داشتین چی کاره شوین در آینده؟ حالا ما خانوادگی کلا بابام و داداشم همشون کاسب بودن، ما هم بزرگ شدیم دیگه کار اونا رو ادامه دادیم. ما مغازه زدیم با خانوممون، مغازه داریم. خب یعنی در قطعا هر طفلی که باشه میگه من دکتر میشم، نمیفهم، مهندس میشم. چون خانوادگی کاسب بودیم همون ادامه دادیم. از اولم دوست داشتم مغازه خودمو داشته باشم، بیزینس خودمو داشته باشم. کار تجارت دوست داشتی؟ بله. الانم داریم؟ الانم داریم. خیلی عالی. اسم خودت چی بود؟ سارینا. سارینا دوست داره در آینده چی کاره شه؟ طراح.
به طراحی چی؟ لباس. طراح لباس. خانوادگی دیگه رفتن تو کار بزنس. خیلی عالی. ان شاءالله موفق باشین و خوشحال شدم از دیدن. قربان شما، منم همینطور عزیزم. زنده باشین. پیام آخری اگر به بیننده‌های افغانستانی دارین، کمره ما در خدمت است. هیچ، خیلی دوستتون دارم. مرسی، الهی فدات بشم. شب خوبی داشته باشین. خوشحال شدم از دیدنتون. وقتتون بخیر. خوشحال شدم. سلام، حالتون خوبه؟ سلام، مرسی. شما خوبین؟ خواهش می‌کنم. میشه خودتون رو معرفی کنی؟ بله، فرهاد نصیری هستم. اهل کجایی؟ اهل افغانستان. کدوم ولایت؟ ولایت کابل. خیلی هم عالی. شما در کودکی دوست داشتی چه شغلی داشته باشی؟ ما شغل مهندسی برق بود. دیگه خوندیم تموم شد ولی تحولات. نه، در کودکی چی دوست داشتی؟ در کودکی مهندس برق. همون رو دوست داشتی؟ خب. بله. بعد به اون هدفت رسیدی یا نه؟ به هدفم نه، چون تحولات دولتی بود ما مهاجر شدیم به کشور ایران. تحصیلات هم داشتی؟ تحصیلات هم داشتیم، بله. یعنی دلیل اصلی که شما نتونستی به اون شغل برسی تحولات بود؟ تحولات بود، بله. به نظرت اگر شرایطی برات پیش بیاد که بتونی ادامه تحصیل بدی این کار رو انجام میدی؟ بله، 100%. شرایط برای ما چیز بده، اطمینان بده، ما 100% برمیگردیم به درس‌های خود ادامه بدیم، چون خیلی نداریم. دوستای نازنین، در مقابل دو بیادر مهربان ما از جنوب ایران روبرو شدیم و یک چیز بسیار مشابه با کالای یا همون لباس ما افغانستانی‌ها در تنشان دیدم. برای من بسیار عجیب بود چون تازه دیدم همچین قضیه را. بذارین اول کسشون یک سلام بکنیم. سلام. سلام علیکم. خوب هستین ان شاءالله؟ سلامت باشید. اسم زیباییتون؟ نصیر. بله؟ نصیر از چابهار، جنوب سیستان و بلوچستان. خیلی هم آقای نصیر، درسته؟ بله. اسم شما؟ محمد علی آبخیز از گازچراغ جنوب استان. خیلی عالی. آقای محمد میگم براتون آسان تره. از جنوب هستین گفتین؟ بله. شما به این لباسی که تنتونه چی میگین؟ لباس بلوچی. لباس بلوچی. لباس محلی. بیشتر افغانی ها میپوشند. هموطنای ما افغانی ها، عربا این لباس اصل بلوچی ما رو میپوشند. از این داشتین رد میشدین من فکر کردم از هموطنای خودی ما هستین، ولی باز که گفتین از جنوبین برای من یکم عجیب بود. آقای محمد مشغول چه کاری هستین؟ من شرکت گاز دارم، تو صادرات گاز هستم. خیلی عالی. شما وقتی بچه بودین، یک سوال میتونم بپرسم دیگه اصلا، وقتی بچه بودین دوست داشتین چه کاره شوین؟ من خلبان. یک خلبان جوان در کنار ما میبینیم. فعلا چرا نشد خلبان شوین؟ به اندازه 10 تا خلبان رفیق دارم. همین خلبانای نشدم ولی 10 تا رفیق خلبان دارم من. به چی شد که نشدین خودتون؟ بابام نگذاشت خلبان بشم، اون دوست داشت من معلم بشم. الان معلم هم که نشدین؟ من الان حسابدارم، حسابدار یه شرکت بزرگ، حسابدار 2 تا مجتمع رفاهی. خیلی آره. ولی اگر مثلا یک روزی فرصتی بشه که دوباره شما خلبان چین مثل دوستایتان میرین سراغش؟ دیگه نمیرم سراغ خلبانی. چرا؟ دیگه خسته شدم، اینقدر رفیقام خسته شدن از خلبانی. اگه من خلبان می بودم بابا میگفتی مسافرکشه، به خاطر همین. آخه خلبان که یک شغل خیلی قشنگیه. نه، به چی نظر بابام مسافرکشیه دیگه، به همین خاطر خلبان نشدم. خب این نظر خودتون چیه کلا؟ نظر منم نظر بابامه. یعنی بخیر. خب بازم قابل احترام است. انشالله که در هر کاری هستین موفق باشین. آقای بصیر. نصیر عزیز، ببخشید من اسمو سریع یادم میره. شما دوست داشتین وقتی طفل بودین در بزرگسالی چه کارا شوین؟ من دوست داشتم یک امدادگر بشم و الان امدادگر جمعیت هلال احمر هستم. خیلی عالی. هلال احمر چه یک شغل پاکی دارین واقعا. خیلی خوشحالم. و رسیدین دیگه برای؟ آره، الان امدادگر هلال احمرم و هنوزم اونجا مشغولم. الان نزدیک 7 سال اونجا مشغولم. خیلی عالی. ان شاء الله موفق باشید. فکر کنم برفم میباره. آره، برفم میباره. پیش ما سالی یک بار بیشتر بارون نمیاد. ما به خاطر برف اومدیم تهران، ولی وطنای افغان رو خیلی دوست داریم. شما بزرگوارین. عزیز ما هستن. من خودم میخوام برم کابل. وزیر
خارج افغانستان رفیق من بود، الان تو چابهاره. وزیر خارجه افغانستان؟ آره، عکسشو هم اگه میخوای من تو گوشی هم دارم. اوکی، من شما قبول دارم. مرسی. من افغانا رو خیلی دوست دارم. ما هم شما مردم بلوچستان هر جایی که باشید دوستتان داریم. ما به خاطر همین که یه گله از شما دارم، شما چرا لباس اصیل افغانی رو نپوشیدی؟ همین الان میگین؟ همین الان، چون ما هم میتونستیم لباس اینا رو بپوشیم ولی نپوشیدیم. این لباس واسه ما خیلی ارزشمنده. من این چیز بگویم، من لباس ما که هست خیلی قشنگ زیبا و همچنان مجلسی است، نمیتونم در بیرون بپوشم، باید ساده تر باشم با خودم. اینجا نمیتونی بپوشی ولی اومدی چابهار، ما در خدمت شما هستیم، اونجا بپوش، ما خوشحال میشیم. حتما. کدام شعری دو بیتی چیزی از چابهار یا جای دیگه حفظ دارین که بخونیم بر دوستان؟ شما اول بخونی بیت شعر محمد جان، همون یک شعر بود، محمد جان سر مزارت. محمد جان اینا شما دو بیتشو بخونید، من کاملشو واسط میخونم. من صدایم خوب نیست ولی بخون. شما بخون بعد من بلد نیستم. حفظ ندارم. من یه شعر افغانی از شما خواستم. خب من براتون میفرستم ولی بلد نیستم باردون. من عاشق آهنگای کابل افغانستان هستم. یک دونه بخون که ثابت شه بر ما که شما واقعا عاشقش هستین و بلد هستین. کسی که یک چیز دوست داشته باشه حفظ داره. من الان نمیتونم پشت دوربین بخونم. دوربین رو قطع کنید من میخونم. باشه. خیلی خوشحال شدم، تشکر از شما. علامت دوستان نازنین، این بود دو بیادر عزیز ما که از جنوب ایران هست. بسیار انسانای خوشقلب، مهربان و خوشخنده بودن. بریم ببینیم که همکار ما آقای مصطفی کجا هستن و با کدام دوستای ما در حال صحبت کردن است. دوباره با ما برگردیم. تشکر از شما، زنده باشین. ممنون. خواهش می‌کنم. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من مصطفی هستم، در خدمتتون. خیلی ممنون آقا مصطفی. در کودکی آقا مصطفی دوست داشتید که شما چه شغلی داشته باشین؟ خاصیتش مثل خیلی از بچه‌ها دیگه دوست داشتم خلبان شم. خب ولی الان لاستیک فروش. دو تا سوال منو جواب دادید. سوال دوم این بود که الان چه شغلی دارید؟ الان لاستیک فروشم. الان لاستیک فروشی؟ آره. بعد از شغلی که الان دارید راضیید؟ 100% نه، ولی خب خدا رو شکر چیکار میشه کرد. به نظرتون اصلی ترین دلیلی که باعث شد شما به اون هدفتون نرسید چی بوده؟ اصلی ترین هدف بیادبی من بگم؟ نه دلیلی که باعث شد که شما به اون شغلتون نرسید. شاید ببخشید اینو ضبط می‌کنی. یعنی منظورتون اینه که تلاشی به اندازه کافی نداشتی؟ آقا بیاد برید بذار برم. بیا از اول بریم یه تیکه رو. به نظرت اگه شرایطی به وجود بیاد دوباره دنبال اون هدفی که خواستی و می‌خواستی اون شغل رو به دست بیاری میری؟ خب نه دیگه، من مغزم دیگه نمیکشه که برم دنبال اون شغل. آره. یعنی الان مطمئن شدی که واقعا در حد و اندازه اون شغل نبودی؟ آره نبودم. یعنی به اون اندازه زحمت نکشیدم. نه همون لاستیک فروشی حقمه. دوستای نازنین، با یک سری از دوستای دیگه روبرو شدم که از عراق هستن. اگر اشتباه نکنم کهشون صحبت میکنم، بریم با خودشون بیشتر صحبت کنیم. سلام عزیزان، حالت خوبه؟ مرسی. من شما خوب هستین؟ فدات بشم. یکیشون فارسی بلد بودن، اهوازی هم هست. اسم زیبایی؟ هورا جان، چه اسم مقبولی. فدات شم. فدای شما بشم. من با کی اومدین امشب؟ در مهمونمون از عراق، بعد اسمشون هم حیدره، از مدینه نجف میان. بله، برای همینجور سیاحتی اومدن، برای خوشگذرونی دیگه. ما هم گفتیم بیارمشون دربند، خیلی تعریفشون رو شنیدیم و اومدیم مثلا یه دوری اینجا بزنیم و الان داریم میریم. برای اولین بار اومدین دربند؟ آره. نظرتون چیه در کل بر دربند و بر دوستایی که تا حالا نیومدن چه پیشنهاد دارین؟ خیلی نصیحت میکنم بازم بیان دربند خیلی خوبه، یعنی جای مختلفی داره تو این رستورانش. لواشکاش هم زیادم ماشاءالله، بلالش هم خیلی خوبه. آره همه چیش خیلی عالیه. خیلی عالی. حالا هرچند من عراقی نمیفهمم، اینام شاید فارسی نفهمن، یه سلام میکنیم. هلو. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. تشکر. اهلا و سهلا. آفرین. فیلم بردارم خوب بلده.
آره میخواین بهشون بگین که یه صحبتایی داشته باشن؟ خوشم میاد وقتی حرف میزنن عراقی‌ها. منظورها يعني على طهران شنو نظرك؟ والله يعني منطقة سياحية حلوة وجميلة وناسها أيضا جميلين حلوين وأجواء ممتعة الحمد لله. گفت که مثلا اینجا خیلی خوبه، بعد برای بار اول که اومدم دربندم خیلی خوشم اومده، همه جاش مثلا بازارشونا هم خیلی خوبن، بازم ترجیح میدم که بیان دربند. خیلی عالی، عالیه، گود. ایشون تهرانیه. سلام. ای جان چی بچه مقبولم این چیزا شده، من حواسم نیست، ببخشید. اسم زیبایی؟ علیرضا. علیرضا جان تهرانیستی دیگه. میگم چرا بلال دستت نیست؟ من خودیار دوست ندارم. آفرین چه عجب، منم بلال دوست ندارم، نمیفهمم همه دوست داره. اینا به بلال چی میگن؟ همون بلال خودمون. آره. دوست دارن یا نه ازشون؟ برای میشه زوره. دارا لایک خیلی قشنگ. چه عجب، یک فارسی ازشون شنیدیم. یک جمله بر من یاد بتین، ما برشون بگویم که من کم نیارم دیگه. چی بگم؟ چی میفهمم؟ نمیدونم. تشکر چی میشه؟ شکرا جزیلا. مع السلامه. ای ماشاءالله. توری؟ شما چطوری؟ اسمتون چیه؟ من لیلا. چه خوشگله چشاتون. یه صحبت بکنم باتون، نقاشی خوشگلتون رو نشون بدم. آره؟ دوستای نازنین در کنار 2 تا فرشته مقبول آمدم نشستیم. بیاین که اسمای فرشته رو بپرسیم. اسم چیه خوشگلم؟ لیلا. اسم تو؟ دیدگل. چیه که اسم مقبول داری؟ چند سال هستی دیدگل؟ من 10 سال هستی؟ لیلا چند سال است؟ من 11. مکتب میری؟ بله. صنف چند هستی؟ من اول. آفرین. چندم نمره؟ من الفبا. جان؟ الفبا. خب نمیدونم، شاید سیستمی نو باشه. لیلا جان صنف چند هستی؟ من کلاس دوم. من اینجا یک چیز خیلی جالب دیدم. لیلا این عکس نقاشی رو کی کشیده؟ من. خودت؟ بله. تو چی خودت هم کشیدی؟ من رنگ می‌کنم. ای جان نقاش ما، رنگامیز ما، چقدر خوب. میخواین اینا رو بفروشین؟ بله. چندی هستن؟ 50. دونه 50 است؟ بله. به به. لیلا در خانه چند نفر هستیم؟ ما کلا 11 نفریم. 11 نفر هستیم. ایرانی هستی؟ نه افغانی هستی؟ بله. ای جان از کدام ولایت هستی؟ ما کابل. میدگل است. اسم چی بود؟ دیدگل از کجاست؟ اینم خواهرت است؟ بله. ای جان چقدر خوب. چی نقاشی خوبی دارین. دیدگل میخوای چی کارا شوی در آینده؟ من دکتری چی؟ دندون درد. جان؟ دکتر دندون درد. دندونت که درد نمیکنه دیگه انشالله. ای جان آفرین. لیلا میخوای چی کارا شوی؟ من نقاش شوی. امتی که عمال نقاشی میکنی؟ به قیافت هم میخوره. آفرین. حتما درسایتون رو بخونین خوب، انشالله که یک روز یک دکتر خوب و یک دونه نقاش خوب در آینده اینا رو میبینیم. تشکر ازتون. سلام، حالتون خوبه؟ سلام، خیلی ممنون. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ بله، فاطمه حسینی هستم. فاطمه خانم، سوال امشبم اینه که شما در کودکی دوست داشتید چه شغلی داشته باشید؟ دوست داشتم دامپزشک. بعد الان چه شغلی داریم؟ الان شغل خاصی ندارم. دانشجو در همین هیته یا نه؟ دامپزشکی یا یه شغل؟ روانشناسی. بعد چی شد که هدفتون تغییر کرد و دنبال روانشناسی رفتید؟
خب با توجه به اتفاقاتی که افتاد در طول سالها خب از کودکی تا بزرگسالی خیلی اتفاقا میفته که آدم نظرش عوض میشه. چی شد که شما نظرتون عوض شد و دنبال روانشناسی رفتید به جایی که دنبال اون دامپزشکی برید؟ با توجه به اتفاقاتی که این سالها برامون افتاد و تجربیاتی که داشتم و تحقیقاتی که انجام دادم دیگه از اون رشته و کلا علاقه‌مندی به اون رشته از بین رفت و خب بچه‌ها هم که بودن به حیونا بیشتر علاقه داشتم ولی خب الان کمتر شده این علاقه برای همین تغییر شده. خب به غیر از اینکه شما در دوران کودکی دوست داشتید دامپزشک بشید و الان دنبال روانشناسی رفتید، اگر یه شرایط مهیایی بود که شما هر رشته‌ای که می‌خواستی انتخاب کنی چه شغلی رو انتخاب می‌کردی؟ باز هم دنبال همین روانشناسی میرفتی یا نه یه شغل دیگه؟ نه میرفتم رشته تغذیه. تغذیه در مورد این رژیم گرفتن و اینا دیگه. بله. بعد جدیدترین دوستتون کیه؟ جدیدترین دوست من خیلی سخته. خب اونو که دیدید سلام من رو بهش برسونید، اما الان به نظرتون آقای تاجیک جدیدترین دوستتون هستن؟ فعلا دوستی بینمون شکل نگرفته ولی بله جدیدترین آدمی که باهاش آشنا شدم. جدیدترین آدمی که باهاش آشنا شدید من هستم. تا چی بگیم خانم حسینی؟ من بگوید خب خانم حسینی امشبمونم که چی؟ خب دوستای نازنین سپاسگزارم از همه شما عزیزای دل که تا این لحظه با من و آقای مصطفی یکجا بودین. شب دربند ما بود. نظرتون چیه؟ بله نظر من که خیلی خوبه با اینکه بیشتر فیلم‌ها رو شما ضبط کردی. اما شب خیلی خوبی داشتین تو دربند. الان هم که این کنار مجسمه کوهنورد وایسادیم برای پایان فیلم. بله. من آرزوی سلامتی برای همه شما دارم و خانم حسینی تا فیلم بعدی. دقیقاً. دوستای نازنین فیلم خیلی سرد است. شاید از صدای متوجهشین لرزه دارم ولی همه‌تون رو به خداوند پاک و یکتا میسپارم. لایک و سابسکرایب چنل یوتیوب افغان رپورتر، چنل یوتیوب خودتون رو فراموش نکنین. حمایتتون، کامنت هایتون را نیاز داریم به خاطر ادامه دادن برای برنامه‌های بد و زیبا. تا برنامه بعد الله نگهدار. خدا نگهدار.